ای کسانی که چنین انسانها را شما نوار میکنید و در سامانه‌های اجتماعی پهن میکنید، عیب است. به خدا که عیب است. شما از خدا بترسید. خداوند قادر بود که شما را نیز چنین کند، کم عقل کند، دیوانه کند و شما را نیز چنین در کوچه ها سرسان و سرگردان کند. فراموش نکنید که هر آن شخصی را که ما میبینیم کم عقل است، دیوانه هست، او را خداوند برای عبرت شدن بر ما و شما که خداوند قادر بود ما و شما را نیز چنین کند، برای عبرت اینها را در این دنیا برای ما نمایان کرده است. چرا ما این همه را دیده و دانسته باز اینها را نوار میکنیم و در سامانه‌های اجتماعی پهن میکنیم؟ البته مقصد من پهن کردن نیست. مقصد من همین نوار را گذاشتم تا اینکه دیگران بیند و بینید این دختر اول چه خیلی صحبت میکرد و عین حال چه خیلی سخنهای غلط میگوید. و درباره همین دختر یک چند جوانهایی هست که آنها را نوار کردند. حیف بر حال شما باز خود را مرد می‌حسابید. خداوند اگر اپا یا خواهر شما را چنین میکرد چیکار میکردید؟ آیا میخواستید که یک شخص دیگر خواهر شما را، اپا شما را چنین نوار کند؟ و جای همین زن و جای همین دختر شما یک لحظه خود را به یاد آورید، یک لحظه خود را مثال آورید که چخیل میشوید. البته به شما خیلی سخت میرسد. هنگامی چنین انسانها را دیدن ما باید شکرانه بر خداوند کنیم و استغفرالله گوییم که خداوند قادر بود ما را همچنین میکرد. اما خداوند بر ما عقل داد، خداوند بر ما ذکاوت داد، اما ما این عقل داده ای خدا را به کجا استفاده برده ایستاده‌ایم؟ حیف بر حال چنین مردی که اینها را تحقیر میکنند، اینها را مسخره میکنند، اینها را گپ نشان داده در صحیفه ها و سامانه های اجتماعی پهن میکنند. وای بر حال شما. ما کی با عقل میشویم؟ البته فکر میکنیم که این خنده آور است. هنگام ایمیلی گفتن دیگران میخندند. بله خنده آور است، خیلی خنده آور است. اما هر یک خنده که آنها میگویند و ما میخندیم و دیگران میخندند با سبب ما و شما، فردا در نزد خداوند در روز قیامت جواب میدهیم.